حاجی ماشین میخوام بفروشمش. چند سال خوابیده؟ 15 ساله. ایده خیلی خسته شد. صداش نزن، ولش که تو بخوابه. قصاش ندادم حاجی. حالا بذار ببینم میتونم چیکارش کنم برای. حاجی برای اون نازنینی که قولم دادی اومدم. بفرما. حاجی رو رنگش دو دلم. این نهنگه بره خودش تو دریای آبیش میشه غرق شد. حاجی کلش بالا میره موتورش هم ببینم. کلش بالا میره، مرد میخواد بخوابونتش. حاجی ظرفیت ماشینو چند تونه؟ 28 تونه، ولی با چپونی 100 تن هم میگیره. جدی؟ ولی یه اداره راه بری باج میگیره. حاجی گفتی ماشین بی رنگی که رنگ داره. این رنگ نداشته باشه خب میشه پلیت آهن، زنگ میزنه میپیسه. حالا چرا بی ام سی؟ شرکت خارمادر KMC. موتور سایلنت، گازخور وحشی. واسه همه زنگ زدنات مرسی. حاجی فرموش دستو چیکار میکنه؟ دو زیاد شده عروسه که میبرن. چرا انقدر پارچه سبز روشه؟ بس که چش ملت شوره. گیرباکس زداف آلمان. منظور زدفه؟ ها. حاجی ساخت کدوم کشوره؟ والا هیچ کشوری هنوز یه گردن نگرفته. حاجی من با این پول میتونم افش بگیرم. افش داره نگاهی میکنه. حاجی خود اتاق هم نداره. شوفر رو حواسش نبوده بار آخری به اتاق فروخته. حاجی ماشین خلافی هم داره؟ اصلا دوربین یه میگیره که بخواد خلافی ثبت کنه. BMC با معرفت سلام. بچه بیا زیر حاجی بگی میخوام بره بالا. حاجی روی ماشین خیلی دو دلم. دوی چه دلی؟ این مشتری روشا ذوبان اسفند چپ و راستمون کرده. حاجی مطمئنی ماشین بار میبره؟ بار تا کجا میخوای ببری؟ شما بده نهایتا باربری برات ببره که به این ماشینا خیلی فشار نیاد. صندلی اتومات. حاجی کارت سوختن داره؟ اصلا موتور نداره. گذاری میخواد چیکار؟ جدی؟ والا اینا. حاجی الان موتور نداره چجوری باش کار کنه؟ موتور میخوای چیکار؟ بده هم سرویست بوسکلت کنه، خرج اوراقن هم نداری.